همراهان عزیز سلام. در این ویدیو به بررسی بخش پیکربندی برنامه در تنظیمات میپردازیم. با فعال کردن گزینه پیدا کردن سریعترین VPN ها به طور خودکار، برنامه به صورت خودکار سرورهای موجود رو بررسی میکنه و سریعترین ها رو پیدا میکنه. این قابلیت باعث میشه بدون تست دستی همیشه به بهترین و سریعترین اتصال دسترسی داشته باشید. در بخش بعدی چند گزینه مرتبط با تایم اوت ها وجود داره که مشخص میکنن چقدر برنامه منتظر میمونه تا پاسخ دریافت کنه. تایم اوت سوکت. این گزینه زمان تأخیر برای دریافت پاسخ از سرور VPN در هنگام تست سرعت. تایم اوت درخواست دریافت. این مقدار تعیین میکنه برای ارسال درخواست و دریافت پاسخ از وبسایت ها چقدر منتظر بمونه. تایم اوت درخواست دانلود مربوط به زمانی هست که برنامه برای دانلود فایل در تست سرعت در نظر میگیره. تایم اوت درخواست سایت چکر زمان انتظار برای بررسی سایت های مشخص شده در تست چکر هست. در بخش بعدی تنظیمات مربوط به تعداد دفعات تست سرعت دیده میشه. کمترین تعداد سرور برای تست سرعت مشخص میکنه حداقل چند سرور در تست سرعت بررسی بشن تا نتیجه معتبر اعلام بشه. بیشترین تعداد سرور برای تست سرعت حداکثر تعداد سرورهایی که در تست سرعت بررسی میشن رو تعیین میکنه. برنامه بر اساس این بازه حداقل تا حداکثر تصمیم میگیره چه تعداد سرور بررسی بشن. گزینه بعدی مدت فاصله زمانی برای بروزرسانی اشتراک ها هست. این گزینه تعیین میکنه برنامه هر چند وقت یک بار لینک اشتراک شما رو بررسی کنه و تنظیمات و سرورهای جدید رو دریافت و بروزرسانی کنه. مثلا میتونید هر 6 یا 12 ساعت براش تنظیم کنید. در نهایت، گزینه پاک کردن VPN های بدون سرعت از اشتراک وجود داره. با فعال کردنش، برنامه سرورهایی که در تست سرعت نتیجه‌ای ندارن، یعنی سرعتی دریافت نمی‌کنن یا قطع هستن رو از لیست حذف میکنه. این باعث میشه لیست سرورها همیشه مرتب و شامل گزینه‌های قابل استفاده باقی بمونه. برای دسترسی به آموزش‌های بیشتر و اطلاع از آپدیت‌های برنامه، کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلامت و پیروز باشید.